سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ مرسی، تو چطوری؟ منم خوبم. بد نیستم. امروز خوابالوام. بوده خواب بدی. دارم سعی میکنم غلبه کنم. امروز اینجا ابریه، من مود تو رو دارم. اونجا هوا خوبه؟ آره خدا رو شکر هوا خوبه، بد نیست. یعنی چند روز خیلی گرم شده بود، بعد اصلا افتضاح. بعد نمیدونم چرا 20 و مثلا 5-6 درجه میشه، انگار مثلا 30 درجه است دیگه. نمیدونم رطوبت مثلا فرق. رطوبت داره. آره بعد ولی الان هم هوا مثلا آفتاب و اینا هست، هم ولی خنکه. خیلی خوبه. خب خدا. آره ایول. اینجا هوا خوبه، نمیدونم چرا خنک شده، ولی چند روز هوا خوبه. البته ما که هوا خیلی خوب بود، ما تهران نبودیم و از دست دادیم اون تایمشو. یعنی خیلی چیز شده بود، سیل بود، نه سیل که نه، طوفان و نمیدونم آب و هوا قاطی آره کرد. آره طوفانی شده بود، ولی ما اون موقع تهران نبودیم، رفته بودیم مسافرت. حالا درباره مسافرت صحبت میکنیم. خب بریم تو چیز. اولا که به خودم و خودت تبریک میگم که به قسمت 2 رسیدیم. این واقعا تبریک به ما همه، تونستیم. تبریک به من و تو. آره. بعد اینکه پس بیا بریم دیگه، بریم شروع کنیم. بگیم که به اپیزود دوم پادکست ما خوش اومدین. خوش اومدی. خوش اومدین. امیدوارم که خوشحالیم که شنونده پادکست آره ما و هستی. بیننده، امیدوارم که قبلی رو دیده آره باشید البته و با بینم. ما آشنا شده باشید و اینکه سابسکرایب کرده باشید. لایک کامنت. ولی بریم سراغ اپیزود دوم. حالا هفته که داشتی خوب بود؟ چیکارا کردی؟ ببین این هفته، ببین این هفته خیلی عجیب. حالا کلا درباره اینم باید حرف بزنم. ما رفتیم مسافرت، بعد رفتیم شیراز. بعد من متوجه شدم که مثل واه. اینکه روز شیراز هم همین دیروز پیروز بوده. خیلی جالب بود. فکر کنم دیروز بوده چون ما اومدیم دیگه و اگه اونجا بودیم حتما یه برنامه‌ای داشتن دیگه واسه روز شیراز. ولی نداشتن. موقعی که ما اونجا بود. چه جالب، من اولین سالیه که همین دیدم و شنیدم که مثلا روز شیراز داریم. یه چیز جدیدیه یا همیشه نه مثل داشتیم؟ اینکه چون بوده چند سال. برای من خیلی به جدید. من پارسالم شنیدم مم. ولی قبلش یادم نیست حقیقتش. ولی مثل اینکه به خاطر سوشال مم. مدیا و مثلا این جشنواره‌هایی که میذارن دیگه خیلی دارن تبلیغ و خیلی اینا خوبه. میکنن. آره بعد فکر کن مثلا روز خیلی شلوغ نمیدونم بود. تهران، روز آره بعد اصلا فکر کن روز شیرازم بشه دیگه اونجا قشنگ میتره که هر جا بری. خیلی آره. شلوغ بود و بی نهایت گرم بود. ما 38 درجه هم تجربه کردیم سر ظهر و خیلی گرم بود، ولی شباش خیلی خوب بود. یعنی قشنگ باد میومد. 38 درجه؟ افتضاح بود. داره تابستون چی میشه؟ همین من اینجوری شیرازی بودم. های عزیز. شیرازی ها چیکار میکنن تابستون اگه مثلا بهارش اینطوریه؟ حالا نمیدونم اون تایم بالا پایین شده بود یا مثلا کلا همینه، ولی خیلی همه جا خوشگل. اصلا ببین خیابوناشون پر درخت، همه گلکاری. بعد واقعا من فکر میکنم شهرداری شیراز خیلی خوب عمل کرده بود. یعنی هر جا میرفتی تمیز، گلکاری شده، تمیز چی زیبا. جالب. فقط اگه هواش هم میتونست درست بکنه من دیگه ممنون میشدم ازش. آره شهرداری عزیز لطفا. تا اپیزود بعدی بهتون وقت میدیم هوارم. در کل خوب بود. چه باحال. ببین شیراز نمیدونم بعضی شهرها یه مثلا اسمشو که میگی یه حس و حالی باهاش میاد. خب من خودم یه بار فکر کنم کلا رفتم شیراز و خیلی سال پیش بوده، ولی نمیدونم میدونم چی مثلا میگی. آدم یه حسی میگیره مثلا آره مثلا شیرازیه، مثلا بوی داره، آره یه حتی حسی، بو مثلا هم داره. مردمش یه حسی داره. آره یه جور خاصیه. آره میدونم چی میگی. قشنگ همینطوری بود دیگه اونجا. فصل همین گلش و اینا بود. بعد هر جا میرفتی بوی خوب میومد. و مثلا این حیات ویلایی که ما گرفته بودیم
درخت نارنج داشت ولی ببین شکوفه نارنج نداشت ولی قشنگ بوی بهار نارنج رو میداد و خیلی باحال بود. وای گفتی بهار نارنج، ما که دوستامون از ایران اومده بود، بعد خیلی اتفاقی ما مثلا یه سری وسیله گفته بودیم برامون بیاره و اینا، رفتیم اونا رو بگیریم، بعد گفت بیاین تو اینا برامون مثلا خوراک، گفت من تازه از ایران اومدم کلی خوراکی ها و اینا آورده بود، بعد چای بهار نارنج بهمون داد چون خودش مثلا شیرازی بود و آورد بود. بعد ما گفتیم وای چه خوشمزه است، اینا بیچاره رفت برای ما یه کیسه دیگه آورد، گفت بیاین مثلا اینم شما ببرین واه. بخورین. ما اینجوری بودیم که چای بهار نارنج. آره من اصلا یه دلیلی که رفتم شیراز این بود که برم از این چیزا بخرم بیارم، بعد مزه بهشت میده قشنگ. خیلی خوبه. آها اینم اشاره کنم که اونجا ما همه حساسیتی شدیم و حساسیتامون رو با خودمون آوردیم. من چشم قرمز شده بود، بعد همین گلوم که سرفه میکنم بچه ها بیوقف عطسه میکردن، اصلا یه وضعیتی بود. به خاطر فکر کنم همین مثلا گلا بالاخره خربزه میخوری باید با این دیگه لرزش خدای من اگه سرفه کردم دیگه ببخشید سعی میکنیم در بیاریم البته سرفه. کات. یادت تو سمت بابل سر و اینا اونا هم درخت بهار نارنج بود دیگه. آره اونا هم بودن. ببین ولی من یادم نمیاد بوشو بوداش. آره بابا اون مسیر رو مثلا هر روز میخواستیم بریم بوی بهار من نارنج. یادم نمیاد، من یادم پرتقالاشو خیلی یادمه که میرفتیم دست برد میزدیم. نارنج. نارنج، آره ببخشید آره نارنج. نارنج وای وای کوله رو پر میکردیم. آره اونو یادمه. مثلا بکن دوربینای مدار بسته دوتا دختر آویزونه بریز تو کوله بریز تو کوله. و همه من یادم همین بودن، انقدر خیابونم همین بود آره یادته؟ من یادم انقدر زیاد بود مثلا برمیگشتیم تهران، من هنوز یه عالمه داشتم که برای مامان بابامون می‌آوردم. آره اصلا یه دفعه 2 کوله ها رو پر کردیم، من قشنگ یادمه، خیلی جالب. میتونستیم ببریم بازار بساط کنیم بفروشیمش. احتمالا جواب میده دیگه. خلاصه اینطوری. حالا تو هم بگو، بعد من میخوام از بازدیدمون از تخت جمشید توضیح بدم که چه تجربیاتی داشتیم. خب بگو بگو شیرازو یه بند بگو، شیرازو بینش نذار ما وقت ببندیم بیفته. شیرازو. شیرازو تا برو. ببین من بار دوم یا سومم بود که میرفتم شیراز، بعد دفعه آخرش رو خیلی خوب یادمه، یعنی تخت جمشید اینا رو با جزئیات قشنگ یادم بود، ولی به خاطر یکی از دوستامون گفتیم دوباره بریم، چون واقعا مثلا نمیشه شیراز رفت بعد تخت جمشید نرفت یا مثلا پاسارگاد نه. آره بعد رفتیم به همینجور بودیم وای کاش که اون یه نفرم رفته بود ما دوباره نمیرفتیم این همه راهو تو این گرما، میگم 38 درجه بود. بعد رفتیم در بد و ورود همه اینطوری شدیم که چه خوب که اومدیم و به حرف چیز گوش ندادیم، به حرف دلمون گوش ندادیم. ببین اصلا هر دفعه میری برات جدیده، یعنی مثلا میدونی حوصلت سر نمیره از دیدنش، با اینکه اصلا تو داستانشو میدونی همه چیشو یادته. بعد اتفاق بعدی که افتاده بود این بود که من حس میکردم از 10 سال پیش که رفته بودم انگار مثلا یه سری چیزا کم شده بود یا بیشتر خراب شده بود و این خب خیلی غم انگیز بود و حالا نمیدونم این حس من بود یا چی، ولی خب هر کی رد میشد همینو میگفت. بعد اون آقای لیدر خودشون بودا گفتش که نه ما تحت نظر یونسکو. یونسکو ما تحت نظر اونیم و اونا بازدید میکنن و همه چیش دست اوناست و ما حتی یه سنگ هم نمیتونیم جابجا کنیم، مثلا اینکه میگید یه سری چیزا نیست و اینا، نه اینطوری نیست. بعد من اینطور بودم حالا مثلا یونسکو فکر کردیم مثلا چقدر حساسیت و اینا، این همه هر روز میان چک میکنن. همین متوجه نمیشه که. ولی واقعا مثلا اون سردراش همون چیزی که اول میبینی خیلی خراب شده بود، خب به هیچی هم نداشت. حالا من واقعا تخصصشو ندارم نمیدونم که چطوریه، ولی
مثلا من اینجا بودم که چرا یه سایبون نداره خیلی جاها که مستقیم آفتاب میخوره بارون میزنه. اونم جایی که الان مثلا 38 درجه است و اون آفتاب دیگه فکر کن تابستون شد. بعد اساس میگه ثبت جهانی شده دیگه. بعد فکر کن از کل دوره های مختلف پادشاهی ایران فقط همینو ما داریم. یعنی مثلا سلجوقیان و ساسانی و اشکانی ما هیچ چیزی ازشون ثبت نشده، هیچ چیز خاصی. فکر کنم مثلا همین یه دونه است. بعد همه انقدر دوست داشتن، بعد ازش هم مراقبت نمیکنم. بعد این خیلی غم انگیز بود. ولی نکته مثبتی که داشت این بود که با عینک‌های VR شبیه سازی کرده بودن تیکه های مختلف و بعد تو مثلا عینک رو میزدی، بعد میدیدی این ستونا دقیقا کجا بودن. بعد اصلا کل انگار میرفت تو اون کاخه، بعد مثلا سرباز میدیدی اونجا. اینش یعنی خیلی دم خفن بود. در مثلا یه سری عینکایی میدن که تو کل اونجا میبینی. آره، این چقدر جالب. اینجوری نبود که راه بری تصویر باشه ها. اینطوری آها. بود که مثلا هر 200 قدم 100 قدم یه دونه QR کد گذاشته بودن، اون دوربین اسکن میکرد همون منطقه رو. ولی همون هم خدای خیلی خوب بود. بعد چه تو باحال. میرفتی مثلا میدیدی این همه عظمت و شکوه نابود شده. بعد ما حالا همون موقع تو چت جی پی تی میزدیم که اصلا چطوری شده و چه اتفاقی افتاده و اینا. میگفتش که نمیدونم واقعیتش چقدر درست میگفت، چون چت جی پی تیه دیگه، چرت و پرت هم که زیاد میگه. میگفتش که تخت جمشید توی اون آتیش سوزی اسکندر نابود شد، چون همه چیش از چوب بود و اون رنگ و چوب و اینا همه از بین رفت. واسه همینه که الان پس سنگا مونده. بعد ما گفتم خب چی شد که تصمیم گرفت اینو آتیش بزنه؟ گفتش که این مثلا 2 تا روایته. یکی این که خودش حسودی میکرد که یه همچین چیزی توی ایران هست ولی مثلا توی امپراتوری اونا نیست، چون خیلی مثلا اینکه عظمت داشته. یعنی تو الان میری میبینی همش سنگه دیگه، یه زیاد درک آدم نمیکنه که این چقدر بزرگ بوده. با یه سازه واقعی خیلی فرق میکنه. یا مثلا خیلی جزئیات مثل این که داشته. یکی این بوده. یکی دیگه هم بوده که این یه دوست دختری داشته که دوست دخترم اسمش هم یادم نمیاد، کیاس یه هم چیزیه، بالا سرچ میکنم میگم. این خیلی آدم اتفاقا مشهوری بوده توی همون سرزمین خودش، خیلی هم سیاستمدار و باهوش بوده و این زیر پای اسکندر میشینه که چرا مثلا اینا باید همچین شکوه و جلالی داشته باشن، آتیش بزن تا مثلا اینا رو حقیر بکنیم. یه همچین چیزایی بود. بعد ما دومی رو گفتیم که آخه هیچ جا از این خانم اسم برده نشده و حقیقتش نمیدونستیم که چقدر راست میگه. بعد میگفت یک حسادت زنانه داشته. بعد من از این قسمت خوشم نیومد در این جهت، در همین اینو قبول نکرد. روایت دوم کنسله. آتیش زده رفته دیگه، ولی آخه خب مثل این که خیلی پشیمون جالب. شده. نه این تنها جایی بوده که پشیمون شده از این که آتیشش زده و خرابش کرده. بعد مثلا هر اینو دیگه همه میگن که مثلا لکه سیاه این تاریخ اسکندر همین، هیستوری اسکندر همین بوده که گرفته این آتیش زده، خودش هم بعداً پشیمون میشه. بعد یه چیز جالب این بود که به پادشاه‌های ایرانی خیلی احترام میذاشت، با این که مثلا اومده اینجا رو تصرف کرده. برای کوروش نوشته بودن که اصلا سربازای دائمی برای اونجا گذاشته بود که از مقبرش محافظت کنن و کسی نتونه اونجا رو خراب کنه. به نظر من خیلی جالب بود، یک مرام و منش جالبی داشته. حالا ما درست بد آتیش زد. میدونیمش، آره، که اومده مثلا آتیش زده و رفته و اینا، ولی مثل این که در کل آدم خیلی درست و جالبی بوده. بعد نگاه میکنی آره دیگه، خب همه کشور گشایی میکردن، میدونی. کوروش هم همین بوده، داریوش هم خب کشور گشایی میکرد. احتمالا از دید اونوریا داریوش آدم بدی بوده. ولی خیلی جالب بود و حسرت در تک تک لحظات ما حس میشد که چرا این از بین رفته و همینی که موندرم مراقبت نمیکنن. اصلا خیلی حس عجیب و غریبی بود. ببین واقعا نگهداریش کار نمیگم کار سختی، خیلی کار سخت و هزینه بردار و اینه، ولی مثلا میبینی خیلی از کشورها دارن این کارو میکنن. چرا؟ چون اولا جاذبه توریستیه، یا اصلا مهمتر از هر چیز یه بخشی از
بالاخره اون تاریخ اون کشور، فرهنگ دقیقاً. مردمه و متاسفانه برای ما نصفشو که بردن، باید بریم بر اونور تو موزه پیداش کنی. آره بقیهش هم که حالا یه سری قسمتاش هم باز مثلا دیدی نمیدونم یادگاری نوشتن، نمیدونم که باز همه اینا میرسه به اینکه چرا اون درست محافظت نشده ازش که همه آره جا ممکنه یه سری برن بنویسن. همین چند وقت پیش بود، کجا بود؟ تو ایتالیا بود، سوئیس بود، یا مثلا توریستی رفته بود رو، دقیقا هم یادم نمیاد، نوشته بود کلی مثلا پیداش کردن جریمه و فلان و اینا. یعنی ایو مثلا این چیزه آره ممکنه واقعا پیش بیاد، تو اونی که مسئولشه باید از این سازه‌ای که این همه نمیدونم به قول خودشون ثبت شده نمیدونم تو یونسکو فلان بیسار، باید آره محافظت بشه واقعا که متاسفانه الان این کار انجام کرده نمیشه. بودن که از یه جایی به بعد دیگه نمیتونستی بری جلو، ولی من یادم بار آخر اصلا راه میرفتیم توی اون ببخشید صدا یادم راه میرفتیم توی اون اسمش رو کنم کاخ آپادانا یه همچین چیزیه که خیلی بیشتر از بقیه مونده، حالا عکسش رو اینجا میذاریم. اونا دیگه کامل شیشه کرده بودن دور تا دورش رو، نمیذاشتن کسی راه بره. بعد نمیدونم یادته یا نه، روبروی تخت جمشید روی اون کوه دو تا مقبره هست، اونا رو اصلا دیگه نمیذاشتن بالا بری، همه رو بسته بودن، مثل اینکه مثلا ملت رفته بودن خراب کرده بودن. اینو یادم رفت بگم. ببین در این حد نگهداریشون، و اینکه مثلا یه سایبون روی یه قسمتی زده بودن، مثلا بیشتر یه قسمت کوچیکش ببینم به نظر من. اون حسی که ما وقتی اول رفتیم گفتم دوربین میدادم از این چیزا، عینک. عینک‌های. آره ببین اونو که میذاشتی ریاکشن مشترک تو همه یه غم خیلی عجیبی بود، چون مثلا تو اولین بار بود که اونو میذاشتی بعد یهو مثلا میدید که وای مثلا چی بوده. اصلا خیلی حس عجیبی بود. من فکر نمیکردم که بچه‌هایی که با همونن مثلا همچین حسی پیدا، خودم رو میدونستم و مطمئن بودم ولی بقیه رو نمیدونستم، ولی دیدم که نه این خیلی مشترکه. بعد آدمایی که دور و برمون بودن هم همین بود، یعنی آدمای غریبه‌ای که با هر مدلی اومده بودن، حالا هر میدونی بالاخره از ظاهر آدم میشه فهمید دیگه، آره. همشون این خیلی این حس رو تجربه میکنن، مثلا همه یه آهی میکشیدن، همه یه حسرتی میخوردن و خیلی غم انگیز بود واقعا اون تیکه. یه چیزی هم اومده بود چند وقت پیش، مثلا وبسایتی بود مال نمیدونم زیر مجموعه دانشگاه معتبری بود، مال مثلا یکی دو سال پیش، درست یادم نمیاد، که بعد همین اومده بود دقیقا شبیه سازی کرده بود، میتونستی مثلا حالا سایت رو باز کنی مثلا بری قسمت های مختلف تخت جمشید رو ببینی، مثلا طبق چیزایی که تو تاریخ نوشته بود و اینا اومده بودن، مثلا حالا نه اون دقیقا همین میگی مثلا خرابه هاش نبود، واقعا اومده بودن مثلا همون کاخ آپادانا رو مثلا چیز کرده بودن، بعد مثلا میتونستی انگار مثلا بری توش مثلا قدم بزنی و ببینی مثلا چه شکلی بود و اینا. خب میدونید چرا خودمون نداریم همچین چیزی؟ چرا مثلا یه دانشگاه خارجی مثلا باید بیاد درست کنن؟ آره اینم هست، ولی خوبیش این بود که بالاخره آورده بودن اینور، ولی پیشرفته نبود دیگه، یه تیکه تیکه وای میستادی و بنظرم همونش هم خیلی جالب بود دیگه. درباره تخت جمشید یه سری چیزا یادم بود الان یادم رفته، حالا دیگه خیلی هم طولانی میشه بخوام همه احساساتم و تجربیاتم اونجا بگم. فقط یه موردی که برامون خیلی جالب بود این بود که ما هر رستورانی میرفتیم، حالا مثلا سعی میکردیم معروفاشو بریم دیگه یا اونایی که بهمون پیشنهاد دادن، شام نداشتن، ساعت 7 شب میبستن. یعنی خیلی بر من عجیب بود، فقط ناهار میخورن انگار، مثل اکثریت توی شیراز شام نمیخورن انگار. ما خیلی کم پیدا میکردیم جاهایی که شام بدن، نمیدونم حالا چون در طول هفته بود اینطوری بود یا آخر هفته نبود، نمیدونم تعطیلات نبود آخه چیز عادی بود. خیلی عجیب بود، هر جا میخواستیم بریم نشیدم مثلا زده اصلا بود همچین چیزی. 6 بعد از ظهر میبند، شاید هم گوگلاشون آپدیت نبوده، مثلا 6 میبنده. البته چند جارم بهمون گفتن یه دونه کافه خیلی خوشگل نزدیک اون مسجد چیه که میرن عکس میگیرن با اون پنجره هاش و اینا، اسمش یادم نمیاد، چیچیول ملک نمیدونم، حافظه من که میدونید ماهیه.
ببین اونجا خودش کن ما تا 5 هستیم، ولی تا موقعی که ممکنه ناهار تموم شده باشه، مثلا تو 2-3. من گفتم خب یعنی شام، ما گفتیم شام بریم، شام ندارید؟ نه ما شام سرو نمی‌کنیم. بعد چند جای دیگه هم رفتیم همین بود. خیلی عجیب. گفتم شاید توی فرهنگ شیرازی های عزیز شام خوردن شیرازی نیست. عزیز یه اینو همچین واقعا تا حالا چیزی. نشیده بودم که شام ندن جایی. نه اصلا یادم نمیومد از شاید سفرهای قبلی رژیمن، ما. شاید سالم خوری، شاید 6 دیگه بعد 6 غذا نمیخور. نمیدونم، این یه نکته جالبی بود که حالا خیلی پس نظرمو جلب گشنه کرد. موندیم. ما که کلا یه وعده در 2 وعده یعنی یه دونه صبحونه بود، ناهار و شام یکی میشد. چون مثلا ناهار صبحونه رو دیر میخوردیم یا خیلی مفصل میخوردیم، بعد میرفتیم کیلومتر راه میرفتیم، پدرمون تو اون گرما در میومد، بعد یهو همه گشنه میشدن، عصبانی میشدن، بعد میرفتیم یه چیزی یه چیزی میخوردیم. میخور. آره زیاد حساب کتاب نداشت غذا خوردن. خوش گذشته. آره من واقعا خیلی راضی بودم، مخصوصا از همون تیکه تخت جمشیدش که دوباره رفتم دیدم. چون الانم به واسطه این چت جی پی تی و حالا ای آی و این چیزا راحت‌تر میتونی دیتا بگیری و وای همون خیلی لحظه خوب مثلا بفهمی شده. اینی که اینجاست چطوریه. یعنی مثلا قبلا آره یه قبلا چیزی رو اینطوری نبود. میدیدی، مثلا میگفتی خب حالا اینو چجوری باید سرچش کنم که مثلا به جواب برسم، یا مثلا چه میدونم یه خیلی برای من پیش میاد. خب مثلا یه چه میدونم سازه‌ای میبینی، یه چیزی میبینی بهش میخوره، مثلا این به یه دردی بخوره، ولی در این حالم نمیدونی به چه دردی ممکنه بخوره. همین چند روز پیش من همین کار مثلا سریع یه دونه عکس گرفتم فرستادم مثلا چت جی پی تی، گفت مثلا این ساز ما حالا فکر کردیم این چیزه سالن، مثل سالن اجتماعات که مثلا توش چیز کنن، چون مثلا خیلی نورای خوشگلی دورش و فلان و اینا. برای چت جی پی تی فرستادم و بعد یه طرف دیگهش دیدم مثلا یه اصلا بیلبوردی داشت که این اصلا چیه و اینا، و درست گفتش که این مال چیزه مثلا جلوگیری، یه سری پمپایی توشه برای جلوگیری از سیل و فلان و اینا. یعنی مثلا 1% من احتمال نمیدادم این با اون کار بیاد، ولی مثلا تو 3 سوت خیلی راحت شده آره بابا. خیلی خوب شده. آره هرچی بخوای در عرض 3 ثانیه. من اینو خیلی واقعا عجیب بود برام، فکر نمی‌کردم رو این جواب بده. ما رفته بودیم اون موزه سیویلیزیشن ترکیه، بعد یه سری چیزای خط میخی داشت. ببین اونجا که اصلا از لحاظ راهنمایی کردن یا یه توضیحی اون پایین نوشتن که صفر، هیچ توضیحی نداشت، اصلا خیلی افتضاح بود. بعد از یه جا بعد دیگه آنتن نداشتی که مثلا دیتا داشته باشی خب بتونی اینترنت و این داستانا. تا اونجایی که ما داشتیم ببین من نمیفهمیدم که این چیه. بعد عکس مثلا یه چیز انقدی بود، انقدی روش خیلی ریز خط میخی نوشته بودن. بعد این جزء اصلا اولین دست نوشته های انسان بود، مثلا برمیگشت نمیدونم به ان هزار سال قبل، یعنی حتی از کوروش و اینا خیلی قبل. بعد اینو من عکسشو فرستادم، گفتم ببین میتونی بخونی این چیه؟ خیلی باحال بود. گفتش که من دقیق علمشو ندارم که ببینم چیه، ولی بر اساس اندازه، جهت نوشتن و خود اون فونت سایزش میتونم بهت بگم که این کتیبه چی بوده. بعد بررسی که گفتش که این یه فاکتور تجاریه که احتمالاً هم تاجرش خانوم بوده. حالا نمیدونم اون دقیقا چطوری فهمید، بعد اصلا نمیدونم چقدر درسته، ولی خیلی برام جالب بود که تونستیم. گفت این حالت فاکتور تجاری داره که انگار مثلا برای خرید و فروش استفاده شده دیگه. برگای فکر من ریخت کن مثلا واقعا. فاکتورا رو میخواستن جمع کنن دیگه، زوم کن نبوده همه سنگا رو بریز تو کیسه. شبیه استیکی نوت واقعا انقدر کوچولو بود و خیلی تر و تمیز بود. نمیدونم بازسازیش کرده بودن یا خوب نگهداری کرده بودن. خیلی جالب. مثل تفاوت همین این موزه با تخت جمشید. اوکی درسته اون یه سازه تو طبیعته و در معرض همه چی قرار میگیره، ولی میتونی مراقبتش کنین. بعد میرفتی تو اون یکی موزه همه چی تر و تمیز، مثلا همین سنگ و اینا هم داشتن دیگه، قشنگ یه تیکه هایی از همون مدل تخت جمشید بود توی اون موزه. حالا نه دقیق مال تخت جمشید باشه، ولی مال همون دوره و عصر بود، میخوندی پایینشو و همون سبک مثلا حکاکی ها اینا داشت.
ولی انقدر سالم تمیز نگهداری میشد اونجا، خب آدم ناراحت میشه دیگه. مثلا فکر کن این سازه احتمالا 100 سال دیگه نباشه اصلا. اصلا بحث این که تو طبیعت باشه نباشم نیست. میگم مثلا کشورهای دیگه چطور دارن این کارو میکنن، چه میدونم این همه و اینا. حالا بگو مثلا کلیساهاشون براشون مهمه، مثلا یه چیزی از 1000 سال قبل مونده، نه 500 سال قبل مونده، بیرونه دیگه، تو طبیعت دیگه دارن مثلا. بعد با هزینه های زیاد، مثلا کلا من عدد و ارقام و اینا یادم نمیاد، ولی مثلا یادم میاد یکی از این کلیساها رو میگفتش که مثلا چندین بار توی جنگ جهانی مثلا دوم حتی بمب بهش خورده. نمیدونم، اولا که خیلی خفن بود که همچنان مونده بوده. خب قطعا قسمتایی که خراب شده بوده رو ساختن و فلان و اینا، ولی مثلا هزینه های چند 10 میلیون دلاری یورویی میگفت داره که اینو مثلا سالانه بتونن مثلا نگهداریش کنن. خب یعنی هزینه میدن و دیگه و هزینه میکنن. آره دیگه آدم دلش واقعا میسوزه. بعد حالا ما پیگیر اومده بودیم از شیراز، رفته بودیم توی یوتیوب دنبال میگشتیم مثلا ویدیوهای اینا رو آدم ببینیم، میزنه تو چون خط آخه یه سری تاریخیه. جاها آره بعد من عشق اینم که ببینم این چیزی که میبینم چرا الان اینطوریه، چرا مثلا کامل نیست، کی دقیقا رفته خرابش کرده. بعد میگفتش که مثلا یه سری قبر رو اینا بود که فقط سنگ بود. بعد بر من خیلی عجیب بود که خدایا خب این پادشاه مملکتی بوده، نمیشه فقط بکنش توی سنگ تموشه بره که. بعد میگفتش که آقای اون البته باستانشناس بود دیگه، به اون رو رفرنس میدم، اگه غلط و درستش دیگه برمیگرده به خود اون میگفتش که تابوت‌های از طلا بوده و اینا رو اون تو میذاشتن و به خاطر دینی که داشتن مثل مصریا یا حالا بودا عقیده نداشتن که چیزی از چی میگه مال و اموال دنیا با خودشون دفن بکنن. اینا اینطوری بودن که نباید اون خونه آخرت رو آلوده به مثلا چیزای دنیایی یا اینا کرد. ولی خب مثلا تاجشون رو داشتن و اون تابوت طلاشون و اینا بوده. بعد میگفتش که توی حالا اسکندر مثل این که از اینا مراقبت میکرده، نمیذاشته کسی بهشون دستبرد بزنه، مثلا همون احترامی که قائل بوده و اینا. ولی مثل این که بعد از اونا یا یه دوره‌ای که اسکندر دیگه از دستش در رفته، خود ایرانیا مثلا انگار حمله کردن و حمله که نه، مثلا انگار مثلا دستبرد دادن. یا مثلا بعدترا مثلا یه سری چیزا بود، مثلا اگه این سطح قبره مثلا اینطوری خورد شده بود سنگه که یه نفر مثلا بره تو اون چیز میذاره بکشه و بیاره. بعد متوجه شدم که خب اوکی این یه چیزی توش بوده الان نیست، مثلا دست برد دادن بردن. خلاصه این بود از شیراز ما دیگه. من خیلی صحبت کردم و از شیراز گفتم، مجموعه از حسایی که تجربه کردیم دیگه. تو بگو چه خبرو. اینو میخواستم بگم که دیدی مثلا آدم میره یه ذره مثلا همین جاهایی که به تاریخ مثلا رفت دارن و فلان و اینا رو میبینی، من خودم جوگیر میشم و مثلا بعدش نمیدونم دنبال مثلا کتابم که مثلا برم اینا رو بخونم، نمیدونم تو یوتیوب دارم میگردم. ما رفته بودیم یه شهری که دادگاه های وقتی که جنگ تموم میشه و اینا، وقتی نازی ها رو میخواستن چیز کنن، چی میشه، مجازات کنن و اینا، تو اون دادگاه ها قرار بوده که مثلا این کار رو انجام بدن. بعد مثلا خب اون ساختمونه بود، اتاقه بود، صندلیا بودن، بعد مثلا عکسایی که از قدیم مونده بود و اینا. بعد حالا آره همه اینا به کنار و اینا، من میام بعدش مثلا کلی نگاه میکنم، کلی میخونم فلان، ولی حافظم دوباره مثلا 2 هفته بعد اصلا یادش میره که آقا من مثلا خوندم آره جنگ جهانی دوم، نمیدونم این بود اینجوری شروع شد، اون با اون جنگ بود. مثلا 2 هفته بعد میگذره اینجوری هم که خب مثلا چی شد کی. بعد خیلی بده، واقعا خیلی بده. من تلاشم میکنم که همه این چیزا رو مثلا یاد بگیرم، راجعش بدونم، ولی آخرش اصلا انگار نه انگار. و این کار رو از قدیم هی میکردم. مثلا یادمه مثلا این میرسم از این کتابای مثلا تاریخی و فلان و اینا میگفتم و الان یه کلمش یادم نمیاد. فقط یادمه که این کتابا رو خوندم و مثلا اگه بهم بگن چی بود اینجوری هم که
متاسفم نمیدونم. منم همینه، فکر کنم اکثریت همینه. حالا من یه جا میخونم که انگار به خاطر سبک زندگیمونم هست، به خاطر اینکه مثلا خیلی سوشال مدیا رایج شده، فقط ما یه سری دیتا رو میریزیم توی کلمون و فقط میاد و میره، اینجوری موندگاری نداره به خاطر اون بمباران اطلاعاتی که میشه مغزمون. ولی حالا اگه کسی چیزی میشناسه برای تقویت حافظه لطفا آره من معرفی. منم ببین آخه ما که تاریخ خودمون رو که دیگه باید بلد باشیم، 1000 بار خوندیم. حالا من اونجا اردشیر دوم کی بود؟ مال کدوم دوره بود؟ داریوش بود اول یا اردشیر؟ اینا رو یادم بعد من نیومدم خودمو با این توجیه کنم که مثلا اوکی ما کتاب میخوندیم، مثلا در امتحان میدادیم و صرفا فکر کردیم مثلا چیز میگذشت میرم. مثلا این دفعه بعد همین دادگاه ها اینجوری بودم که بیا مثلا تو یوتیوب نگاه کنم، چون تو همه چی مثلا وقتی من حالا اینجوری وقتی ویدیو میبینم یا وقتی مثلا شاید میشنوم و اینا برام بهتر، شاید گفتم یادم بمونه مثلا این چیزای تاریخی و اینا. ولی در مورد تاریخ فکر کنم به کمکی نکرد. شاید هم چیز باید باش کنار بیام. تاریخ هم سخت خدایی استفاده ببین نمیشه توی روزمره و خب واقعا حق داره آدم. حالا بحث حافظه رو الان جلوتر تو هفتم که میخوام بگم دوباره بهش میرسیم. بله هفته‌ای که گذشت من یکی از دوستای دبستانیم رو بعد از اینکه دبستان تموم شد و دیگه همون ندیده بودیم و حتی با هم ارتباط اصلا زیادی هم نداشتیم دیدم بعد از مثلا کجا؟ ما هم دیگه تو اینستاگرام داشتیم خب، ولی مثلا خب اینجوری بود که دیگه مثلا خیلی سال گذشته بود و مثلا با هم حرف دوست صمیمی دیگه نبودیم، فقط اینجوری بود که مثلا آره دوست دبستانم و مثلا دارم و از بعضی اتفاقای زندگیش مثلا تو اینستا خبر دارم. بعد من یه استوری گذاشته بودم مثلا برگشت من گفت ای مانا مثلا تو اینجایی؟ و من گفتم که آره تو هم مگه اینجایی مثلا فلان و ما فهمیدیم که ما هر دو مثلا خیلی نزدیک مثلا 1-2 ساعته هم زندگی میکنیم، مثلا شهرهای مختلف ولی قابل. آره بعد من گفتش که چیزه مثلا برای یه فستیوال موسیقی برگزار بشه مثلا فلان روز و اینا، اگه دوست داشتی مثلا بیا اون موقع بریم همو ببینیم. و من اینجوری بودم که حافظه الان اینجا میرسه. من تنها چیزی که یادم بود اینه که دوست دبستانم بوده دوستم و فامیلش یادم بود و همین و هیچ چیز دیگه یادم و اونم چهرهش چرا نه قیافش، یعنی هیچ خاطره هیچ مثلا هیچ چیز دیگه ای ازش یادم نمیومد. بعد اینجوری هم داشت که از یه سالی به بعد اون دیگه مثلا خیلی شاید تو اینستاگرام فعالیت نمیکرد، مثلا اینجوری نبود که همش استوری بذاره. مثلا من حتی نمیدونستم که مثلا میگم تو اون شهر داره زندگی میکنه یا مثلا داره چی کار میکنه، مثلا درس میخونه کار میکنه، هیچی نمیدونستم و همش اینجوری بودم که خب اون روز میرم ازش میپرسم دیگه. بعد خب در اینشم ولی کنارش هسته مثلا عجیبی داشتم که مثلا خب شاید اون خاطره ها رو یادش باشه، خیلی زشت بشه من بیام بگم مثلا من یادم نمیاد، ولی خدا رو شکر اونم مثلا دبستان خیلی دوره آخه. ببین خیلی یادشونه نمیدونم اونا خیلی استثنان به نظر من. و بعد حتی گفتش که اون حالا باز یکم وضعیتش از اون بهتر بود، گفت ما یه دورم تو دبیرستان موقع امتحانای نهایی مثلا همه میرفتن یه سری مدارسی، همو دیدیم، من تو رو واسه تولدم دعوت کردم، تو گفتی تولد یکی از دوستامه مثلا نمیتونم بیام و اینا، مثلا ناراحت شدیم و فلان و اینا و من اونم باز یادم نبود، اون که دیگه دبیرستان خلاصه خیلی باحال عجیب بود. اول که خب مثلا فهم کنی آدمه رو میشناسی ولی خب آدمه رو درست نمیشناسی دیگه از دبستان. دیگه ما شروع کردیم مثلا خب چیکار میکنی اصلا اینجا چیکار میکنی چی میخونی نمیدونم تو کی هستی، یعنی خیلی ابتدایی یه نفر رو واقعا دفعه اول دوباره داری میبینی از اول معرفی. آره دقیقا. بعد ولی خیلی جالب بود، یعنی مثلا
متفاوتش هم دیدم که مثلا طرف میره دوستشو بعد مدت ها میبینه و مثلا به نظرش میاد که نه ما خیلی مثلا متفاوتیم و مثلا جداییم، ولی من خیلی حس خوبی گرفتم. مثلا احساس کردم که مدلش به مدل من هنوز مثلا میخوره. میدونی میتونیم شاید مثلا با هم دیگه چیز باشیم، دوباره دوستیمون رو از اول شروع کنیم. این که خیلی جالب بود. این یکی از درسته. چیزهای هیجان انگیز هفته بود. بعد در کنارش اون فستیواله حالا خیلی بامزه بود، به خاطر اینکه یه مثلا جای خیلی بزرگی و مثلا فکر کن یه پارک خیلی بزرگی و چیز آورده بودن. یه چیزی که برای من خیلی جالبه کلا اینجا اینه که شهر بازی های متحرک وجود داره. مثلا یه شهر بازیایی هست که مثلا یعنی الان چی؟ 4 روز میارنش تو این شهر، مثلا 5 روز میره یه شهر و مثلا شهر بازی زیقی و نیست، مثلا شهر بازیه چرخ و فلک. یعنی شبیه سیرک که جابجا آره، ولی اون میشه. وسایل شهر بازی رو مثلا میتونن هی ببرن یه جاهای دیگه. درسته. میگم مثلا شهر بازی زیقی هم نه که مثلا بگی 4 تا چیز کوچولو، مثلا چرخ و فلک به اون گندگی، نمیدونم اصلا یه سری چیزای عجیب غریب. و مثلا این بود فستیوال موسیقی بود. مثلا از این چیزای غذا مزا میان، مثلا هر کی یه چیزی میده و اینا اینجوری بود. و بعد هوا بارونی بود. بعد دوستم پارسال هم رفته بود این فستیوال، میگفت پارسال خیلی بارونی بود ولی میگفت برای هیچکی مهم نبود. میگفت تو گل و پارک بود دیگه، مثلا چمن و اینا. میگفت مثلا گل بود ولی مثلا همه داشتن خودشونو میکشتن. کارشونو آره، اصلا میکردن. براشون مهم نیست. و بعد ما دیدیم حالا باز امسال اونقدی بارونی نبود، یه مثلا هی نمه میزد، هی چیز بود و اینا، ولی اصلا هیچکی براش مهم نبود. همه لباسا مثلا کفشا که گلی شده بود، لباسا گلی، ولی اینا مثلا داشتن رو کارشونو میکردن. خیلی باحال خیلی اینطوری جالب بود. همش به نگران خودت باشی که وای من الان گلی شدم، زشته، فلانه، همه توی یه گله. و چی میخواستم بگم؟ آها، بعد مثلا چند تا سن مثلا موسیقی داشت. خب مثلا یکی داشت نمیدونم راک خالص میزد، یکی اونور داشت یه چیزی میزد. بعد مثلا صداها با هم قاطی نمیشد، نمیدونم چجوری بود، فاصله داشته ولی مثلا انگار میرفتی اینجا فقط داشتی اینو گوش میدادی، میرفتی اونجا اونو گوش میدادی. خیلی باحال. بعد آخر شبش هم مثلا نزدیک یه رو 20 دقیقه چیز گذاشته بودن، مثلا حالت آتیش بازی. بعد دیدی مثلا این جینگولک بازی هایی که با آتش بازی انجام میدن، آره. خیلی باحال بود. اونا داشتن مثلا آهنگ پخش میکردن، اینا داشتن مثلا آتش بازی رو انداخته بودن. خیلی بامزه بود خدایی واقعا. من اولین سالی بود که رفته چقدر بودم آره خفن. این فستیواله. ولی مثل این که هر مثلا اینم باز میره شهرهای مختلف و چیز میشه، مثلا هر سالم هی هستش چیز میشه، پخش میشه. بعد دیگه بعد حالا فکر کن دوست دبستان تو بعد از این همه سال میبینی. بعد مثلا اونا شهرشون جدا بود، ما هم مثلا رفته بودیم یه شهر دیگه اینجا، اون تو اون شهر هم بودیم. بعد مثلا دیر شده بود و اینا، به اینا گفتیم مثلا خب بیا بریم خونه ما و اومدیم خونه ما و اصلا خیلی عجیب بود. چقدر باحال. بعد مدت ها فکر کن یهو دیگه اصلا زدیم وسط صمیمیت. یهو صمیمی شدی خانومه مونا. صمیمیت داریم حواست تا باشه دوست صمیمی فقط یه نفر. عزیزانی که دارین این پادکست گوش میکنین، دوست صمیمی یه نفر، اونی که آدم باش پادکست ضبط میکنه. فقط یه نفر، حالا اشاره نمیکن. دقیقا همینطور. آره، چقدر پس خوش گذشته. اگه عکس داری بچسبون به تصویر لطفا. عکس رو مشاهده میکنین. آره حتما. بعد علاقه شدید اینا به آهنگ نمیدونم چی میشه، تکنو، نمیدونم اینایی که فقط از اونا دوست دارم. الکترونیک، نمیدونم. راک آره دوست دارم. یعنی تکنو فکر کنم. راک نبود، نه. آره
خودشون میگفتن ریو، نمیدونم اگه اشتباه نمیدونم من این، و تمام مدت اینجوری شاید خب چیز بوده همون یعنی جشنواره موسیقیش یه کتگوری خاص نداشته؟ نه اصلا راجب این، آره مثلا حالا دیجی های مختلف می اومدن، دیجی قبلیه مثلا یکم آهنگای متفاوت تری هم میزد، ولی ته همشون مثلا به این برمیگرده، مثلا چه میدونم ایرانی ها رو دیدی مثلا آخرش چه میدونم به بندری یا مثلا به قیری اینجوری میرسه، یه مثلا نرم خاص تشبه خب اینا میرسه. آخر هفته شما اینطوری بوده. آره اینم تجربه جالبی. حالا با هم خدا قسمت بکنه. آره ایشالله واقعا. بعد دیگه کار خاص دیگه، یه چیز دیگه که خیلی منو هیجان زده میکنه در این روزها اینه که من بچگیم اسکیت بازی میکردم و جدیدن اسکیت خریدم و میتونم تو خیابون اسکیت انجام بدم، چون میگن اسکیت کنم. خطر نداره توی خیابون؟ ببین نه خیابون یعنی مثلا یه جاهایی هست کنار مثلا رود و اینا، مثلا مسیر دوچرخه هست یا مسیری که آدما پیاده روی میکنن و اینا، مثلا اونجا خیلی همه دارن، محل مثلا بیشتر چیزه عادیه یعنی. تفریح و آره مثلا وسط خیابون و اینا میرن آقازم ها، ولی من نرفتم بخاطر اینکه خب هی چاله چوله داره، بعد من خیلی ساله مثلا سوار نشده بودم و اینا. آره اولش یکم اینجوری بودم که مثلا نیفتم بدبخت نشم یه جام بشکنه و اینا، ولی یه ذره که سوار شدم میگه اینجوری بودم که مثلا یادم اومده اینا، خیلی باحال. آره آدم یادش نمیره. گفتی اسکیت، ببین تو اصفهان که ما رد میشدیم قبلا من مسیر مخصوص دوچرخه سواری رو دیده بودم، ولی امسال بالا پایین علامت دوچرخه عکس اسکیت هم کشیده بود. یعنی تو بود که انگار توش سطح شهر هم میتونن اسکیت کنن، ولی چه یه سری جای باحال. خاص بود همه جاش نه. خیلی جا من فکر کردم الان آها. میگی که مثلا اینطوریه شهرشون. نه اصلا علامت اسکیت و اینا من هیچ جا ندیدم، ولی مثلا خیلی آدم اسکیت سوار میبینی و بعد اصلا اینجوری نیست که جوونم همه باشن، مثلا آدم مثلا 60-70 ساله، حالا چیزی که حدس میزنی از بیرون، یعنی مثلا واقعا سنا ممکنه بالا باشه ولی میبینی مثلا کلاه گذاشته و چیز گذاشته مثلا داره میره. یا اون روز من یه خانواده 4 نفره دیدم، مامان بابا 2 تا بچه داشتن اینجوری اسکیت مثلا میکردن میرفتن، مثلا یه تفریح ورزشی براشون فکر کنم حساب میشه که مثلا مثل همون ببین البته یه چیزی هم هست، فکر کنم اونا چون مصرف انرژی براشون مهمه، کلا براشون مهمه که چیزی غیر از اتومبیل استفاده کنن، که حالا یا برق استفاده میکنه یا بنزین و گازوئیل. احتمالاً بخاطر هم مثل دوچرخه و اسکیت و این چیزا زیاد استفاده میشه. دوچرخه که اصلا خیلی هست، یعنی من خودم مثلا چه می‌دونم توی مثلا 2 سال اول مهاجرتم همش داشتم دوچرخه سواری میکردم برای اینکه مثلا به جای مختلف برسم دیگه. بعد مثلا یه وقفه افتاد و اینا، الان دوباره مثلا هوا خوب شده، واقعا دلم برای دوچرخه سواری انگار تنگ شده بود، چون نمیدونم هوا خوبه و همه رو میبینی دارن مثلا، حالا بعضیا که سر کار میرن میان و اینا هیچی، ولی خیلی دارن میبینی دارن مثلا هر جا بخوان برن، مثلا همین مثلا بخوان به تفریحشون برسن دوچرخه رو برمیدارن، که دیگه باز منم جوگیر شدم رفتم فعلا دوچرخه نخریدم، ولی از این اشتراکای مثلا ماهانش گرفتم که مثلا میتونیم حالا دوچرخه های مثلا چجوری بگم شهری دیگه، یعنی مثلا خیلی راحت و مثلا چیز نباشه. آره مثلا برای مسافرت بین شهری دیدی و یه سری کوله موله میذاره. آره خیلی سخته. ولی ولی اینم خیلی باحاله و دقیقا جوگیر شدم و همین اسکیت و دوچرخه رو همجوری مثلا میبینم یه دوچرخه اینجاست مثلا تو اپلیکیشن بزن بریم مثلا. بابا خیلی خفنه، به نظرم خیلی کار خوبی میکنی، هم ورزشه هم صرفه‌جویی در انرژیه.
فهم که داری اونجا که میخوای بری و داری میری دیگه. آره. احتمالاً ترافیک هم البته اونجا که فکر نمی‌کنم کلا ترافیک تهران رو داشته باشه. نه مثل تهران نیست، ولی ترافیک هست، مثلا مخصوصا ساعتایی که مثلا کار شروع بشه و مدرسه مثلا تعطیل بشن شروع بشن اینا. ولی آره خیلی مسیرها رو مثلا میبینی با دوچرخه تو 20 دقیقه میرسی، ولی مثلا بخوای با اتوبوس بری یا مثلا با ماشین بری مثلا چه میدونم نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه، چون هی مثلا میپیچه. هم فال هم تماشا. آره خیلی. بعد نمیدونم آدم یه احساسی که مثلا من دارم یه فعالیتی انجام میدم، مثلا من دارم به محیط زیست نمی کار خفنی هم انجام. آره اینش خیلی. آره آدم بیشتر ترغیب میشه. اینجا ولی واقعا نیست. به من خیلی دوست داشتم، یعنی چند بارم هی مسیرهایی که میخواستم برم و در نظر میگرفتم که میشه با دوچرخه رفت، یعنی که اصلا نمیشد. همینطوری سوار ماشینی دارن زیرت میکنن و تو مثلا فرض کن که سوار دوچرخه باشی. نه ببین اون چیزه خیلی مهمه، یعنی مثلا هم بسترش باشه، همین که تو احساس امنیت کنی و اینکه یه چیز شناخته شده ای باشه دیگه. مثلا من اینجا میدونم اگه دارم تو این مسیر دوچرخه میرم حق با منه و هر اتفاقی هم اولا که احتمال اتفاق مثلا خیلی کمه، ولی هر اتفاقی هم بیفته مثلا قانون طرف منو میگیره چون من دارم مثلا تو این مسیر میرم. ولی خب وقتی تو مسیر دوچرخه‌ای نباشی که توش بری ماشینم بهت بزنه مثلا چه میدونم اولا که احتمالش خیلی زیاده چون مردم هم آمادگی ندارن، یه دوچرخه سوار مثلا داره این بغل میره. بعدم چیز دیگه قانون هم پشت ما نیست دیگه. ولی دور مثلا دریاچه و اونورا خب مثلا همین میشه آدم تفریحی مثلا. اصلا موضوع میدونی چیه؟ گفتی قانون پشت ما نیست، این که اصلا به عنوان یک خانوم خیلی احتمال اینه که قانونی دستگیر بشی اون وقت سوار اجازهش هم نداری حتی. همه اینها رو آره در نظر نگیری این هم هست. آره ولی احتمالا حالا چیزگرینا بریم این چند وقته که هوا خوبه فعلا ببینیم چطوریه. ولی فعلا برنامه پیاده روی رو گذاشتیم برای خودمون، روزانه نه ولی مثلا یه روز در میون. حالا این 2 هفتم چون همش تو سفر بودیم خود به خود پیاده زیاد رفتیم، بیشتر از حد معمولا پیاده رفتیم. ایاره برنامه ما پیاده روی. نه پیاده روی هم خیلی خوب. آره اصلا نیازه. هم میری مثلا من خیلی هم اینجوری هم که مثلا دوست دارم این خب وقتی یه جا جدید میای خب اگه فقط همون مسیر رو مثلا چه میدونم یا با اتوبوس بری یا یه مسیر رو بری هیچ موقع دور و بر تو یاد نمیگیری. خب من همیشه کرم اینو دارم که مثلا هی ببینم مثلا ته اون کوچه چیه، این ور داره چه اتفاقی میفته و اینا. پس خب مثلا تو همون پیاده روی یا با همون دوچرخه خیلی جا رو میتونی مثلا بری پیدا کنی و اینا. اینم خودش هیچ مثلا با ماشین شاید هیچ موقع یه جاهایی رو نری مثلا ببینی، مثلا کوچه تش با اون بسته دیگه مثلا چرا با ماشین برم، ولی مثلا پیاده میبینی. آره همه اینا هست. ولی خوبه کلا فعالیت از هر نوعیش خوبه دیگه، آدم چیه روحیش حفظ میشه. کاملا موافقم. آره به نظرم برای امروز دیگه خیلی صحبت کردیم. از تخت جمشید به نمایشگاه چی بود؟ نازیها و فستیوال موسیقی در آلمان رفتیم. از شرق تا غرب با ما باشید. قشنگ چندین هزار کیلومتر فاصله، ولی خوبه آدم اینجوری در جریان چیزا قرار میگیره، اتفاقایی که داره میفته. آره حالا دفعه بعدی من ببخشید دستت حرفت یه ذره بیشتر قبلش درست بودن اطلاعات رو چک میکنم چون امروز اصلا یادم نمیومد خیلی چیزا رو. یک اطلاعات دقیق تر یاره بذاریم و آره فکر کنم دیگه برای امروز کافی. حالا بعدش هم میتونیم مثلا اگه فهمیدیم چه جوری و اینا میاریم تو آره زیرنویس هم حتی مثلا اسم همون دوست دختر اسکندر رو حاج خانوم اگه وجود خارجی داشت براتون حتما زیرنویسش میکنیم همون قسمت. ولی در کل دیگه فکر کنم برای امروز کافیه بریم که آره بازم مرسی که قسمت دوم پادکست ما رو گوش کردیم. آره امیدوارم که هی جذاب و جذابتر بشه
میدونم تا هفته‌های بعدی اتفاقای خیلی هیجان انگیزی برای ما بیفته که بخوایم بیام برای شما تعریف خوبه کنیم. اینجوری حتی مجبور میشیم که اتفاقات هیجان انگیزی برای خودمون به وجود بیاریم که بتونیم توش حرف بزنیم. آره راست میگی. دقیقا موافقم. و اینکه همین بعد بیا از پیشرفتات توی پیاده روی و اینا بهم راست بگو. رفتی دوچرخه میگی. سواری نرفتی؟ آره همین بیارم مثلا هی آپدیت های مختلف آره بدیم. خیلی موافقم. آره من حتما آپدیت بهتون میدم. یه حالت چیزی هم که خودش آدم انجام بده حتما. آبروش نره دفعه بعدی بگه من انجام ندادم. بچه ها منتظرم. بچه ها هر هفته چک میکن. بچه ها لطفا دم چیتگر منتظر بهار بمونی ببینیم میره یا نمیره. آره باشه پس بریم که تا هفته باشه بعدی و یه اپیزود بریم جدید. تا آره قسمت بعدی. فعلا خداحافظ. خداحافظ.